میلاد داداش تو چی میدونی آخه از من؟ خودش برگشت بهم گفت با ندارید با بدبختیت میسازم. خودش بهم گفت بابا یه خونه 40 متری اجاره کن من برات قصد پادشاهیت میسازم. هیچکی نمیتونه اینا رو درک کنه. اب نداره داداش، من درکت میکنم. بابا نمیتونی درک کنی برادر من. خودش بهم گفت آقا هر نقطه از این شهر بگی من باهات زندگی میکنم، اصلا با میوه چلوسیده با من باهات زندگی میکنم. هیچکی نمیتونه اینا رو درک کنه. من درکت میکنم ولی خودش بهم گفت ببین روزی 2 تا دونه تخم مرغ میتونم باهات بسازم. هیچکی نمیتونه اینا رو درک کنه. اب نداره داداش، من درکت میکنم. چجوری میتونی درکم کنی؟ بیناموس به منم همینا رو میگفت. نالکن